سلام خدمت شما بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز. خوش اومدیم به قسمت دوم پادکست چیچی گپ. دوباره در خدمت شما هستیم با محمد، امیرعلی و ارشام. خیلی مخلصیم. خب بچه‌ها بگین که چه خبر، این هفته چی کار کردین؟ آقای قاضی رو تموم کرد. یادم رفت سلام کنم. سلام دوست عزیز. سلام دوستان، خوب هستین؟ آقای قاضی رو تموم کردم. خوب باشین. آقای قاضی رو تموم کردم. خب آیس کافی دارم. بله. و من زمانی که شما داشتی حرف می‌زدی من حواسم به این دوربین بود. هی همه چیمو به این دوربین نشون میدادم. ایول. خوبه دیگه بچه‌ها، این هماهنگی که ما داریم نشون میده که قرار پادکست خیلی قوی داشتیم در آینده. 100%. خب چیکار کردی در این هفته به جز آقای قاضی؟ عروسک بردم. قضیه‌اش حالا جلوتر برای بچه‌ها تعریف می‌کنیم. خیلی جالب بود. بله 14 تا عروسک بردیم. 14 تا. دیگه چیکار کردیم؟ نه دیگه خودش جدا توضیح میده. آخه همش با هم بودیم. سر کار بودیم. آقا منو فرستاده بودن. نه اون 2 هفته پیش بود اصلا منو فرستاده بودن یه جای دیگه. آقا این هفته منو فرستادن. منو یه جایی فرستادن برای کار. یه شهری از برمتون. آقا اصلا یه وضعی بود. چیزی نمیگم که حالا اتفاقی نیفته. بچه حالا به جز اون قضیه، برمتون خیلی شهر ناامنیه. خیلی شهر ناامنیه. دلیلش هم میشه بگیم یا نه؟ نه نگو. دلیلش کریمینال ریت خیلی بالایی داره. آره و یه رئیس خاصی هم مشکل نداره. مثلا دوستان توی ریچموند هیل برای مثال محله‌ای که خیلی ایرانی‌ها توش زندگی میکنن. نورفیورک جایی که یه هایبریدی از ایرانی‌ها و چینی کره‌ای. آره آسیایی. بعدش برمتون محله هندیاست راستیتش. و خیلی کریمینال ریت بالاست. خیلی داستانای عجیب غریبی توش اتفاق میفته. طرف میره پمپ بنزین بزنه یا ماشینشو برمی‌دارن میرن، مثلا هفته یه بار حداقل فکر کنم چه اتفاقایی میفته اونجا. و اینکه آره منو فرستادن اونجا برای کار. ما گاردی نسبت به هندیا نداریم، ولی منتها چیزی که هستش اینه که حالا به خاطر یه همچین قضیه خیلی جرم و جنایت توی برمتون خیلی زیاده، یعنی بیشتر دزدی هستش، خیلی دزدی زیاده اتفاقا ولی هندیا خیلی آدمای چیلی ان. آره. یه مقدار خیلی زیادشون خیلی چیلن، راحتن، یعنی شل میگیرن. آقا مثلا سکیوریتی های ساختمون ما بیشتر هندی ان. بله آقا ما با اینا راحتیم، هر کاری می‌خوایم میکنیم واقعا و هیچ مشکلی هم نداره. آره آدمای درست حسابیشون خیلی آدمای جالبی ان و کلا از اینکه باشون ارتباط بگیری قطعا لذت میبری، از این لحاظ که دانش بالایی هم دارن خیلیاشون. مثلا من سر کار قبلیم که چیز بود، طلب دانش سر کار قبلیم که یه حالت والنتیر تور بود، ولی مثلا جاب پروفشنال بود، تخصصی بودش. خب مثلا نیاز به وبسایت دیولپر از اینجوری چیزا داشتیم. یه پسره بود دستش مصطفی بود، بعد این هندی بودش، تنهایی داشت کار یه تیمو انجام میداد، انقدر یورو حرفه‌ای بودش. بگذاریم آقا. امیرعلی جان شما چه خبر، این هفته چیکار کردی؟ خب والا این هفته زیاد پرباری برای من نبودش راستیتش. من دوباره فکر کنم گوشیم آره باز زور سایلنت نیست گوشی. نه اینجور صدای چی بود؟ آره ببخشید بچه ما استرس داریم، هر سه تامون بارسا اینتر بازی دارن امشب. سن سیرو واجی خیلی بده. وای من حالا ان سوالی دارم این وسط. چی خریدی؟ من براون شوگر آیس لاته گرفتم. چه خوشمزه ای. کسی بعد دوره منو میخوره. خب یه جور بدی گفتم. خب ولی حالا خب آره زیاد هفته پرباری نداشتم، تقریبا شیفت زیاد نداشتم. یه سایت حاصلی دارم، دیل میکنم مواد و اینا، نه بازی دیگه. آره بیشتر درگیر اون بودم. تایمینگ های زیاد جالبی نداره، خواب آدم به هم میریزه، ولی پول خوبی داره واقعا. شکر میونه کلمات. آقا این بشر رو چند شنبه بود، جمعه و شنبه
آقا من به این بشر گوشیمو در بیارم میبینیم 50 بار بهش زنگ زدم وای، از وای. روش‌های متفاوت، واتساپ، تلگرام، فیس تایم، نمیدونم عادی، همه جوره بهش زنگ زدم. بعد ایشون 2 تا خط هم داره، به جفتش هم زنگ زدم جواب نمیداد. یهو زنگ زدم جواب دادش. کجایی؟ حالا یه سری جاش سانسور باید بکنه. بعد کجایی میگه مرد حسابی؟ دارم دیل میکنم. الان کجایی؟ ولی چیز هر کی نداره مثلا فکر کنه مثلا خیلی بدی داره. تو هود زندگی میکنه دیل میکنم بابا. یه میز پوکر معمولیه دیگه. دیل میکنم دیگه قرونت داشتم. ببین ساعت مثلا 8 شب مثلا من میرم اونجا ساعت 8 صبح کارم تموم میشه. بعدش مثلا میرسم خونه میخوابم دوباره بیدار میشم مثلا ساعت 7 بعد از ظهر 7 شبه دوباره پا میشم میرم. مثلا تایمینگ خواب و اینا خیلی بهم میریزه سایت ها، ولی خیلی پولش خوبه و اینکه حتما کانسیدر بکنید اگه اومدید اینجا. نه دوستان این آقا کارو نکنید. بچه‌ها کارهایی که رفیق واقعا به نابابه. سلامتیتون صدمه میزنین انجام ندین. این آدم داره اشتباه میکنه. این آدم یه ذره بیشتر تلاش کنه یه کار بهتر میتونه پیدا بکنه. برای من چون همیشه خیلی مانی کامز فرسته. آره خب این هم هستش دیگه. اگه دنبال این هستین که زودتر به پول برسین، آره بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخوای همچین کاری انجام بدین، اگه میخوای هیجانش بیشتر باشه میتونین باونسر بشین مثلا. و حتی اگه خیلی دوست دارین پولتون رو زودتر از دست بدین هم میتونین این کارو آره انجام بدین. دقیقاً سریع، خیلی سریع میتونین. خب منم بخوام براتون بگم من این هفته پرباری داشتم حقیقتا. خوبه دیگه. دوباره رفتم هایک دوباره همون جایی که رفته بودم، هیلتون فالز. بعد منتها این دفعه چون مسیر رو بلد بودیم با سرعت بیشتری رفتیم و تایمی هم که رفتیم سعی کردیم به غروب برسیم. یعنی دفعه قبلی مثلا ظهر رفتیم چیز خاصی ندیدیم، ولی این دفعه تایمی که رفتیم غروب آفتاب دیدیم روی دریاچه. خیلی صحنه قشنگی بود. بعد دیگه چیکار کردم؟ الان یه مدته که من خیلی بازی نکرده توی استیم اکانتم دارم. بعد الان شروع کردم به بازی کردن اونا. الان با چیز شروع کردم، یعنی قبلا یه مقدارشو بازی کرده بودم، مثلا خودش زدم مثلا پروگرسش 10%. Assassin's Creed Unity واقعا بچه‌ها اگر بازی نکردین خیلی بازی لژندیه، یعنی عالیه این بازی. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که بازی کنید. بعد یعنی داستانش که فوق‌العاده است، گیم پلیش عالی، اصلا به سالش نمیخوره. گیم قدیمیه ها، فکر کنم مال سال 2012 هم چیزی بود بشه، مال 13 سال پیشه، ولی اصلا اینطوری حس نمی‌کنی. منم فال گایز رو بهتون چیز میکنم، پیشنهاد میکنم. فال گایز همون بازی اپیک گیمز رو میگی؟ خیلی بازی زیباییه، عالی شد. بچه‌ها سطح دغدغه‌ها رو اگه دقت بکنین خیلی جالبه. آره آقا اساسینز کرید یونیتی بازی میکنه، آقا فال گایز بازی میکنه. بازی نمیکنم. من مارول رایوالز بازی میکنم. خیلی هم عالی. خب آقا بچه ها تو ایران کنکور دادن. آره بعد الان که دارن اینو میبینن امیدوارم ترکونده باشن. آره امیدوارم که موفق بوده باشیم. بچه ها ما 3 نفر که اینجا نشستیم، امیرعلی که اصلا کنکور نده فکر کنم. کنکور دادی؟ خیلی هم کنکورش براش مهم بوده. آره امیرعلی اصلا خیلی جدی گرفته بود. خیلی جدی گرفت. شب کنکور با ما رفت. ببین اینقدر جدی گرفته بودی که من فکر کردم کنکور نداده. ببین قضیه آخه از این قرار بودش، من قرار بودش بیام بچه‌ها، از سر همین اصلا تلاش خاصی حقیقتا نکردم. تنها تلاشی که کردم 2 هفته فقط ترم آخرم بودش که فقط نهاییامو می‌خواستم بدم. خب بعدش ریاضی هم میخونم، البته اینم بذار منشن بکنم اول، چون رتبه‌ام به نسبت رتبه قابل قبولیه، نگن تجربه مثلا اون رتبه رو نگرفتم، مثلا رتبه 8000 شدم و اینکه هیچ کاری حقیقتا نکردم من کل سال، هیچ کاری.
میرفتم مدرسه بسکتبال بازی میکردم، انیمه میدیدم توی کتابخونم. شاوت اوت تو علامه طباطبایی، واقعا چه فسیلیتی های خفنی داشتیم. بابا 2 تا رستوران داشتیم توی مدرسه، کافی شاپ داشتیم تو مدرسه، بعدش 2 تا کتابخونه میگولا مختلف پولو. داشتیم. کاری پولو با من میگو بخش. آره چیزای خیلی جالبی داشتیم بچه‌ها. اگه مام باباتون میخوام پول بریزن دور، حتما علامه طباطبایی کانسیدر بکنید برای رفتن. بله. شعبه آبشناسان. آجی من شعبه آبشناسان قبول شدم نرفتم. من از آبشناسان ما 2 تا از آبشناسان دوره اول رفتیم دوره دوم، به خاطر اینکه دوره اولش از بهترین مدارس آره خیلی معروفه، از بهترین دبیرستان‌های دوره اوله. بعدش دور دوممون رو همونجوری انتقالی گرفتیم از این آبشناسان به اون آبشناسان، متوجه شدیم که خبری اصلا مثل دور اصلاً. اولش نیست. کرونا هم بود البته، اینو داره در نظر گرفتش. آره. خب ارشان تو راجع به کنکورت بگو. آقا امیرعلی باز میخواستش بیادش اینجا و براش مهم نبود. من قرار نبود بیام و برام مهم نبود. تازه من تجربی بودم. ببین کلا کرونا خیلی رو طرز خیلی تفکر حاجی. بچه‌ها اون موقع تاثیر گذاشت. یعنی خب منم همینطور، منم کنکورم دوره کرونا افتاد. حالا تو بگو منم صحبت میکنم. ببین من از اوناییم که سر کلاس که گوش بدم درسو میگیرم همون لحظه و معمولا خیلی برای امتحانات کم میخونم و بخوام یه چیزی بگم، من تو عمرم زمانی که مثلا حضوری بود کلاسا برای امتحان ریاضی نخوندم تا به حال. بعد آقا خب وقتی آنلاین شد من اصلا نمیخوندم، مثلا پای درس نمیرفتم، مثلا پا میشدم میرفتم سر کلاس، حضوریمو میزدم میخوابیدم، ساعت 9 بعد 9 بیدار کلاس میشدم. آنلاین دیگه. آره دیگه. آره 9 بیدار میشدم میرفتم گیم میزدم با بچه‌ها. و حالا مامانم هم خیلی چیل بود در مورد این قضیه، اولش یه فشاری میخورد ولی بازم خیلی چیل بودش. دمت گرم مادر جان. همینه. ببین همزمان با کرونا، ببین کلا قضیه کرونا خیلی طرز تفکرها رو عوض کرد. خب یعنی مثلا ببین توی همین الان که مثلا ما توی تورنتو اگه مثلا برین داونتاون هدکوارتر چیزا میبینی، شاپیفای رو میبینی. بعد شاپیفای چیه؟ یه استارتاپ معمولی بود، کاملا معمولی، که میومد مثلا به امکان اینو میداد که وبسایت خودت بزنی. الان مشابهش، الان خدا میدونه چند تا مشابهش فقط توی ایران وجود داره، که مثلا خود دیجیکالا داره این کارو میکنه، آمازون داره این کارو میکنه، نمیدونم علی بابا داره این کارو میکنه. خیلی‌ها دارن این کارو میکنن که میان به تو انگار به صورت مجازی دارن بهت مغازه میدن و این قضیه رو در اختیار تو به صورت رایگان قرار میدن. خب این شاپیفای چجوری انقدر ترکوند؟ مستر بیست چرا توی مستر بیست داشت؟ خیلی تبلیغ میکنه مستر بیست. آره ببین نه اصلا کاری به اونش ندارم، ولی اونقدر تاثیر نه ببین اصلا کاری به تبلیغاتی که مستر بیست میکنه ندارم، کار به این دارم که اون دوره انقدر تقاضای چیزای آنلاین رفت بالا که شاپیفای اونجوری ترکون. حالا برگردیم به بحث برگردیم به بحث کنکورت. بگو که رتبت هم بگو حتما. میگم دقیقا می‌خواستم همینو بگم. آره. آقا من وقتی محمد گفتش که کنکور داشتم بچه‌ها، من گفتم موفق باشید. ببخشید دوستان، این اعداد و ارقامی که در آینده نزدیک قراره بشنوید کد ملیش نیستش. بله من بله الان بگم بهتون این رتبه کنکورش هستش با افتخار. حالا خواستم بگم بهتر کنید، اگرم 1% خراب کردید کنکور آخر دنیا نیست، واقعا فدای سرتون، اصلا مهم نیست. میخوام بگم که آقا جان من دوستم کلی خر زد، خب درس خوندش 24 ساعته در حال درس خوندن بود، چی شد؟ سمنان قبول شد، دمش هم گرم، داره سمنان دانشگاه دولتی میخونه. خب آقا من هیچی نخوندم، هیچی، کلا فقط برای نهاییم خوندم که پاس کنم بره و رتبم. آقا بذار اول از این رو بگم، من بچه‌های کنکوری رو میدونم، فیزیک فصل 2 11 مدار بود اگه اشتباه نکنم. آره. آقا من فقط همونو نخوندم، کنکور ما 3 صفحه مدار بود. من اینو کجای دارم بذارم؟ من هیچ وقت یادم نمیره. من که ریاضی بودم تازه، حالا مثلا من فیزیکم یه مقدار بیشتر بود. نه فیزیکمون یکی بود. هیچ وقت یادم نمیره. ببین من دیگه ورق زدم، مثلا فیزیک بودش راجع به مثلا مایع و جامدات و انرژی و این چیز میزا بودش، انرژی که میگیرن و از دست میدن و اینا. زدم صفحه بعدش
یه هلوش مثلا 10 تا سوال مختلف مثلا مدار و مغناطیس و اینا دیدم، همونو دوباره زدم صفحه بعدی. یعنی 2 ثانیه نگاهشون هم نکردم، همونو دوباره زدم صفحه بعدی ادامه سوالا. واجی منم با مدار مشکل داشتم، نمیدونم چرا. بعد تو مطمئنی که فیزیک ریاضی و تجربی یکیه؟ شما ترمودینامیک نداشتین؟ فیزیک ریاضی و تجربی 99% یکیه. شما ترمودینامیک نداشتین؟ که همچنین بچه‌ها من از اونجایی که کرونا بود اصلا نمیدونم اینی که میگه چی. اگه ببین بچه‌های ریاضی لطفا حالا بیاین بگین. ترمودینامیک داداش خیلی مبحث سختی بود، انقدر سخت بود که من توی یکی از شبیه سازای دهمم، شبیه ساز امتحانا، ترمودینامیک میدونی چیه تو؟ من یه چیزایی من کلماتشو زیاد شنیدم. منم زیاد شنیدم. فصل آخر دهم، فیزیک دهم. ببین کتابا خیلی عوض شده. تو انتگرال داشتی؟ من نه، من دوره چیزم. خب همین. ببین کتابا خیلی عوض شده. من نظام جدید بودم. من دوره دوم نظام جدید بودم. ترمودینامیک انقدر سخت بود که من توی یکی از شبیه سازا مثلا فکر کنم 8% زدم. چیزی نزدیک مثلا تراز 9000 اینا مثلا برام آورد. واجی خیلی ترمودینامیک سخته. هندسه چیز افتاد. آقا ما تو دوره اولی امتحان هندسه داشتیم، آزمون جامعه میدادیم همیشه. آقا آره ما هم آزمون جامعه داشتیم. آره بعد ما تو یکی از این آزمون جامعه ها هندسه رو من 0% شدم، رتبه‌ام 2 رقمی شده. منفی شده بودن، میانگین منفی بود. دست آقای دهقان درد نکنه. خب آقا برگرد به بحث اصلی. چیزو بگو. رتبه میخوام بگم. آقا من رتبه‌ام شدش با افتخار 140,000 کشور. اینم در نظر بگیرید که نزدیک 900,000 نفر شرکت کننده تجربی داشتیم. یه سوالی ببخشید جان 140,000 با احتساب منطقه و اینا؟ نه کشور. با احتساب سهمیه منطقه 3. سهمیه سه چه میه؟ آره خب 140,000 کشور شدم، 32,000 منطقه اینو شدم. بعد آقا با این وضع من علوم تفریحات رفتم، رشته زیست‌شناسی سلولی مولکولی. ولی اینو بگم یکی از دلایلی که من کنکور نخوندم، از اول من میخواستم برم رشته ژنتیک و خب آسون ترین راه برای رفتن به رشته ژنتیک زیست‌شناسی سلولی مولکولیه که دانشگاهی مثل علوم تحقیقات و خیلی از دانشگاه‌های دیگه رتبه آنچنان بالایی نمیخواد. نمیدونم هم چرا ولی خب نمیخواد. رتبه‌ای نمیخواد یه جورایی انقدر میخواد، ولی خب علوم تفریحات خیلی خوب منو گرفتش و راضی بودم. خیلی هم تفریحاتی بود، خوش گذشت، برفازی میکردیم. خدا رو شکر. خب منم میخوام براتون بگم بچه، من کنکور 99 بودم. بچه‌هایی که کنکور 99 بودن کاملا در جریانن که چقدر این کنکور سخت بود. کنکور سال قبلش، کنکور 98 اینقدر آسون بودش که مثلا نمیدونم همه زیر هزارای اون سال مثلا کنکور 100 زده بودن. نمیگم 100 هم، مثلا خیلی درصد بالایی داشتن. فیزیکش که به شدت آسون بود سال 98. بعد به ما که رسید خیلی بد شد. اول از همه که خوردیم به کرونا. بعد منم مثل ارشام عادت داشتم که توی مدرسه درس یاد بگیرم، توی مدرسه درس بخونم. مثلا من هر روز تا 8 شب میموندم مدرسه درس میخوندم. ما هم میموندیم ولی درس میخوندیم. بعد دیگه رسید به کرونا، من درس رو ول کردم کلا. یعنی مثلا اینجوری شدم که میشستم فقط گیم میزدم. موقع یه سری گیم بازی نکرده رو PS4 هم داشتم، نشستم کلی گیم پلات کردم فقط. آقا شکر میمونه کلامت. آقا من رینبو 6 پلی تایمم شدش 3000 خورده ساعت تو دوران کرونا. بعد یه بیخیال شدم، تقریبا یه 6 ماه چی درس خوندم دیگه. بعدش هم که رفتم کنکور دادم. حالا با این اوصاف رتبه‌ام بد نشدش. من رتبه‌ام شد 4029. خیلی خوبه. آره خودم که راضی نبودم. خب به هر حال ببین بچه‌ها، مدرسه‌ای که من میرفتم مدرسه این مدلی بودش که آقا تو میرفتی که زیر 1000 بیاری. من مثلا موسفات درس میخوندم. بچه‌ها که سال موسفات درس خوندین عشق علیک السلام. خیلی بی‌مزه آجی. آره بعد من دانشگاه هم چیز خوندم، مهندسی مکانیک
سراسری بین‌المللی امام خمینی. بعد ولی خب ما با این رتبه با همه اینجور چیزا الان اینجاییم. پس بچه اگر یک زمانی کنکورتون رو خراب کردین هیچ ایرادی نداره. هر چقدر که بگذره، هر چقدر که بره جلوتر، زندگی یه سری راههای جدید جلو پاتون میذاره به صورت کاملا ناخواسته، به صورت کاملا یکویی. اصلا یه مثال میزنم براتون. من الان لباسی که تنمه لباس کارمه، در واقع لباس مال همون جایی که کار میکنم داخل کالج. من خیلی یک دفعه با یکی از کسایی که توی اونجا کار میکرد الان دوستای صمیمی هستیم، من و بنیامین. بعد بنیامین خیلی به من کمک کردش که مثلا منو معرفی کردش، گفتش آقا بیا اینجا کار کن. من حتی یه ترم برای همین دپارتمان SSF من یه ترم والنتیر کار کردم، داوطلبانه کاملا کار کردم تا بتونم جایگاهمو تثبیت کنم و بتونم مثلا ترم بعدش که ترم پیش بود بتونم به عنوان کسی که دستمزد میگیره اونجا مشغول به کار بشم. خیلی اتفاقیه بچه‌ها. و توی اون مدت مثلا تا قبل از اون منو ارشام مثلا به مدت 1 سال داشتیم دنبال کار میگشتیم و کار پیدا نمیکردیم. حالا اشتباه یه مدت میگشتیم، رزوممون بد بود، نمیدونم مثلا یکی از اشتباهایی که مثلا بچه‌ها میکنن میان اینجا اینه که مثلا از طریق وبسایت مثلا ایندید دنبال کار میگیرن. بچه این کارو نکنین با خودتون. اگر میخواین کار بگیرین، کار مخصوصا جنرال، کاری که مثلا تخصصی نیستش، کار معمولی، نمیدونم مثلا میخواین برین یه جا صندوقدار وایسین، از اینجور چیزا، خیلی راحت یه رزومه خوب درست کنین، یه رزومه کوتاه یه صفحه‌ای، پاشین برین کپیش کنین، ببرین چند جا حضوری بهشون رزومه بدین، به مراتب شانستون میره بالاتر. و میونه کلام بگو هزم آقا میگه اینم، ولی مثلا جاهای معروف مثل مکدونالد، استارباکس، تیم هورتونز، آقا اینا فقط آنلاین میگیرن و اتفاقا شما ایندید هم نباید دور بندازید. من کار اولم از ایندید پیدا کردم. خیلی کار بدی بود، خیلی کار بدی بود، ولی شما که میرسی کانادا به هیچ کاری نباید نبگی اولش، بعد رزومه بسازی. آقا نه، من با حرفت کاملا مخالفم. آقا من الان میتونم برم بگم من 1 ماه برای مسترکارد کار کردم. این یه رزومه‌مو خیلی از اونی که صفر بود خیلی آورد بالا. من هیچ کنون از 2 کار اولمون توی هیچ کنون از رزومه‌ام منشن نکردم. خب داداش تو کانادا. خب دارم راجع به چی صحبت می‌کنم؟ دارم راجع به کانادا صحبت می‌کنم. قبل اینم کار داشت. آره. از تورنیل پاپ. ها؟ تورنیل پاپ. اوکی. خب نه ویتر بودی دیگه. آره. ویتر کلا ازش فرق داره، ولی مثلا یه همچین کارایی مثلا ویتر غیر قانونی بودم. آره اون رو اصلا نباید هم ذکر کنی. ولی مثلا کار فروش، کار فروش هم کردم. داره. کار فروش من دور تو دور مارکتینگ بودم. دور تو دور خیلی البته خوب، دور تو دورم خوبه، ولی به نظر من آقا جان چون اونم یه منشن ما هم کار کنی منشن کنی بازم خوبه. رزومه بسازی، برای رزومه رو بسازی. منم از نظرم حرف فرشام به نسبت درست، این رزومه سازی یه چیز مهمیه و اینکه برای مثال الان کاری که ارشام کرده، مثلا ایشون با کردیت کارت و اپرووال کردیت کارت و اینجور چیزا سر و کار داشته، به همین مثلا دلیل میتونه که مثلا یه کانتندر خوبی باشه برای اینکه مثلا برای بانک و اینا اصلا اپلای بکنن. اینم آره قابل. حالا از چیز دور نشیم، از بحث دور نشیم، برگردیم سر بحث کنکور. آقا من یه ریلز دیدم، نمیدونم شما هم دیدینش یا نه، خیلی معروف شد توی اینستاگرام. یه پسر است که رفته برلین و آقای اسماعیلی. اسلامی نبود؟ آقای اسماعیلی یا اسلامی؟ اسماعیلی بود. اسماعیلی بود. بعد ببینید بچه دقیقاً یه همچین چیزی توی دوره‌ای که من درس میخوندم بر من اتفاق افتاد. من یه معلم هندسه داشتم، حالا اسمشون رو نمیارم. بعد توی مقطع 11 ایشون اومدش
یه جا به من خیلی بد توپید، یعنی مثلا این مدلی که آره مثلا تو هیچی نمیشی. بعد خواستم بگم که بچه حرف آدم ها رو هر چقدر که ازتون بزرگترن باور نکنید. میدید شاید اون برگرده به تو بگه تو هیچی نمیشی، در صورتی که فقط مثلا داره درس هندسه ای تو رو میبینه. شاید نمیدونی که تو چه آرتیست قوی هستی، تو چه مثلا رپ کن خوبی هستی، تو چه نمیدونم بیت باکس چقدر خوبه، چقدر مثلا خوب ساز میزنی، چقدر تو خوب مثلا برنامه‌نویس خوبی هستی. من نمیدونم، فکر نکنم هیچ پارتی از برنامه‌نویسی باشه که لزوماً بر این مبحث باشه که تو حتما باید هندسه بلد باشی. چه مثلا وب دیو خوبی هستی، خیلی خیلی بیزنسمن خوبی هستی. چی؟ چه بیزنسمن خوبی هستی. چه بیزنسمن خوبی هستی. ببینین بچه هیچ کدوم اینا رو هیچ درسی نمیتونه تکی برای تو مشخص بکنه. و مثلا کسی که مثلا ارتباطات انسانیش خوبه توی دبیرستان چجوری میتونه توی درس‌ها نشونش بده؟ هیچ جوری. تو ادبیات میخواد نشونش بده؟ نه. تنها فقط میتونه، تنها جوری که میتونه نشونش بده که مثلا تعداد دوستای زیاده، همین. دقیقاً. یا مثلا چه میدونم فرض کنیم بچه‌ها الان مثلا امیرعلی و ارشان، فرض کنیم که حالا نمیدونم، فرض کنیم خطاط‌های خوبی هستن، چجوری میتونن اینا توی مثلا درس توی رشته ریاضی یا رشته تجربی نشون بدن؟ راهی نداره. پس اگر که کنکورتون به جایی نرسید یا کسی بهتون گفت که چیزی نمیشین، حرفشو باور نکنید. بچه بزرگترین دشمن هر آدمی خودشه. اون خود آدمه که جلوی خودشو میگیره، ذهنشو میگیره. و شما تا جایی که میتونید باید به خودتون باور داشته باشین. از هر کسی هر چیزی برمیاد واقعا. آقا اجازه بفرمایید. که هیچ کس رتبه کنکورتون براش مهم نیست. یعنی گندم بزنی، نمیدونم رتبه آخرم بشی، شما بیای مثلا یه کشور دیگه بری، فقط یه چیزو میخواد، معدلت کار. اگرم بخوای تازه بری وارد مثلا کالج و دانشگاه اینا بشی، تازه زمانی که بخوای وارد کالج بشی که اصلا به معدل دانشگاهت کار ندارم، با معدل دبیرستانت کار دارم. آره. یعنی داریم برای کسایی میگیم که دبیرستان رو تموم کردن، مثلا 1-2 سال دانشگاه خوندن. اگه 1-2 سال دانشگاه خوندی که اصلا نگو خوندم، همون بدون از اول باید شروع کنی. مثلا بی خیالشی من خودم 3 سال خوندم، مثلا یه جا هم نگفتم توی کالج که آقا من مهندسی میکنم. و اینکه اصلا اگر من اینو از خود بالا دستیای کالج شنیدم، خب سوپروایزرها و نمیدونم چی میشه، یادم رفت اسمش. خب حالا میگن اگر که دانشگاه بفهمه تو یعنی دانشگاه کانادا مثلا بفهمن تو ایران دانشگاه خوندی، یکم سخت میگیرنت. آره. ولی اگر شما نگید، چون ما ایران زندگی میکنیم، دسترسی به هیچی ندارم، هیچ جوره نمیفهمم. یادم هیچ جا نباید بگید دانشگاه درس خوندی. آره دیگه نمیتونن نمراتو چک بکنن از اینجور حرفا. خب استودنت ادوایزر خسته نباشی. سلامت باشی. یه چیزی که جالب این هستش اینه که ولی توی اون لحظه‌ای که تو داری برای کنکور میخونی، فکر می‌کنی که همه چی کنکوره. حالا بیایم یه کاری نکنیم بچه‌ها دیگه برای کنکور نخونن. نه بچه‌ها بخونید. از طریق کنکور خیلی کارا میشه کرد، ولی اگر نشد ناامید نشین. در واقع اینطوری بهش نگاه کنید. برای همچین چیزی تمام تلاشتون رو بکنین. خیلی هستن اینجا که خب ما الان تو کالجیم، ولی خیلی هستن اینجا که الان مثلا به عنوان مثال کیو مثلا مثال بزنم که مثلا دانشگاه میره، طرف داره ارشد میخونه اینجا، بعد درآمدش خیلی خوبه، همه اینا به لطف اینه که مثلا شریف قبول شده، شریف درس خونده اومده اینجا داره ارشدش رو اینجا میخونه. خب اینا خیلی، یعنی مثلا اگه یه زمانی پیش میادش که حتی یه مقدار پول برای اینکه اثبات تمکن مالی بکنی به
بگو دولت آره دولت کانادا نمیتونی این کارو بکنی و خیلی از طریق درسی که خوندن، چون خیلی درس خوندن، فاند میگیرن، فول فاند میشن و میان اینجا و کلی از طریق این فول فاندشون اسکالرشیپ. بله از طریق اون فول فاندی که میشن به راحتی گذران زندگی میکنن. یعنی کار داره طرف اینجا، هزینه زندگیشو از طریق اون فاندش میگیره، هزینه تحصیلش از اون فاندش میشه، به مراتب زندگی راحتری داره نسبت به ماها. چرا؟ چون زحمتاشو قبل کشیده، ما الان زحمتاشو الان میکشیم. البته و به نظرم یه لحظه فقط بزنید تمامش کنم. به نظرم اگر که میتونید برای کنکور برنامه‌ای دارید از قبل تا الان کلی خوندین، ادامه بدین، همچنان ادامه بدین. من میخواستم اینو عرض کنم که شنیدم کشور نمیدونم مطمئن نیستم ایتالیا مثلا مجانی مثلا. بله و اینکه دوستان ما یکی از دوربینمون از دست آره دادیم. دوربین دوممون خاموش شد. مردم نمیدونم به کی نگاه کنم، من همش داشتم به این دوربین نگاه کردم. و چرا به اون نگاه می‌کردی دوست عزیز؟ ارتباط چشم تو چشم با بینندگان عزیز. دوست عزیز خب به اون نگاه کن. خب اونجا خودمونه ببین. آره دوربینمون داشته چه چیزی میگفتش قبل از اینکه خاموش بشه. بی 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 گفت. نه شارژ نه من واقعا تنم میلرزه موقعی که اینا میشنوم. گفتش که ماما گاش شاد. من تیر خوردم. میگه مامان من تیر خوردم. چیز اون باتریش تموم شد فکر کنم. آره متاسفانه تیر خوردش. آره برنه خدا تیر خوردش. خب دوستم از دست دادم. حالا که ما اینجاییم بچه چقدر دغدغه ها متفاوته واقعا. یعنی مثلا بچهای دبیرستان اینجا اصلا فکر نکنم دغدغه‌ای داشته باشن. آره نمیدونم شما کسی میشناسین اینجا دبیرستان رفته باشه مثلا باش صحبت کرده باشین راجع به قضايا؟ زیاد میشناسیم ماشاءالله. یکم خب بگو صحبت کن بر بچه‌ها بگو اینجا که چقدر متفاوته. اصلا یه چیز عجیب غریبه. اول از همه که فاز ترم طول داره مثل دانشگاه ها و شما مثلا هر سالتون 2 تا ترم داره، شما باید یه سری واحدا رو مثلا خودتون انتخاب بکنید به انتخاب خودتون و حالا پاسشون بکنید که منجر به این میشه که حالا یه سری در واقع رشته ها هستن، رشته های مختلف دانشگاهی هستن که شما برای هر کدومشون یه سری چیزا رو باید حتما پاس کرده باشید. یعنی شما از قبلش باید بدونید که میخواید چه کاری رو انجام بدید اگه میخواید اینجا برید میخواید برید دانشگاه. که خب مثلا من بعد مثلا فیزیک 101 رو مثلا بخونم، بعد مثلا ریاضی و مثلا 3 ترمش رو مثلا بخونم و مثلا از این جور داستانا. بعدش آرت داره، نقاشی میکشن، فوتوگرافی داره، ویدیوگرافی داره. آره فرانسه خب زبان دومشونه دیگه، مثلا ما که عربی خوندیم. نه اسپانیایی، ژاپنی همینا هم فکر کنم دارن. آره میتونی تو زبان دوم انتخاب بکنی. حالا ببین اکثریت که اینجا یه جوری اگه اینجا به دنیا اومده باشین خیلیاشون چیز بلدن، فرانسوی و آلردی بلدن. مثلا اینکه توی تورنتو نه. آره توی تورنتو نه. تورنتو خیلی کم پیش میاد فرانسوی بلد باشه. به خاطر اینکه 90% افرادی که اینجا در واقع ایمیگرنت هایی هستن که مدارسشون رو خارج از کانادا خوندن. البته اینا بازار داشته باشه چون یه سری کورس های فرانسوی اینجا باید بگذره توی دبیرستانتون حتما. به خاطر همینه که همونطور که مثلا توی آمریکا میبینید مثلا توی فیلم ها و اینا که یک کوچولو اسپانیایی تقریبا همه بلدن به خاطر اینکه توی مدرسه خوندن. اینجا هم کسایی که اینجا توی دبیرستان بودن همشون یه مقدار خیلی کوچیکی برای کانورسیشن خیلی کوتاهی که کارشون را بیفته فرانسوی بلدن. ما حتی مثلا در واقع شهرها و منطقه‌ای داریم که مثلا فرانسوی زبانن، مثلا کیوبک که حالا مثلا مهمترین مثلا شهرش و معروف‌ترینش مونتریاله. اینجا کامل فرانسوی زبانن، بعدن تقریبا جاج میشی برای اینکه تو باشون کامیونیکیت بکنی. ناراحت میشن از دست چرا فرانسوی بلد نیستی؟ من مهاجرم، نمیدونم مثلا توریستم، دلیل نمیشه این فرانسوی حرف بزن. این کبکیا تجزیه طلبای کانادا. آره میخوان خودشون یه کشور جدا باشن، مثلا اصلا زبان خودشون رو فرانسوی. بعد شما مثلا اینجا تو
کانادا تو شهرهای دیگه استانهای دیگه برید همه تابلوها انگلیسیه و زیرش هم یه فرانسوی داره. بله بله. ولی اگه اشتباه نکنم تو استان کبک برعکسه. فقط فرانسویه. حتی انگلیسی هم فکر نه پیدا میشه. این پیدا میشه ولی زیاد نیستش. آره دیگه. بعدش دیگه راجع به دبیرستان میتونیم بگیم که خیلی راحت تره و اینکه البته خب پروسه خود دبیرستانشون حقیقتا خیلی راحت تره. بعدش که میخوان حالا برن سمت دانشگاهشون اونجا خیلی داستانهای سخت‌تر و سنگین‌تر دارن نسبت به ما توی ایران. ما زحمتامونو تا در واقع آخر دبیرستان چرا قولنج داری میشکنی من موقع صحبت کردم دوست از صداش میاد. بعدش آره من دارم صحبت کنم یا تق 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 اینطوریه که ما توی ایران کلی زحمت میکشیم، تلاش میکنیم که در واقع زحمت بکشیم برای اینکه بریم تو دانشگاه و دیگه تموم یه جورایی. اینجا اونطوری نیستش، اینجا تازه از دانشگاه شروع میشه همه بدبختی. درستش هم همینه. درستش هم واقعا درستش هم ببین تو نها کن، تو تمام جونتو میذاری تو دبیرستان و خیلی ها هستن که به دانشگاه که میرسن دیگه درس نمیخونن، میبرن. من خودم اینطوری بود، من رسیدم به دانشگاه دیگه نمیتونستم درس بخونم دیگه، اصلا جونی برام نمونده، واقعا خسته شده بودم. یعنی روزی 12 ساعت درس خوندن، حالا درسته که 6 ماه ول کردم من درس، ولی تا قبل از اون من هر روز داشتم درس می‌خوندم، هر روز تست بزن، هر روز نمیدونم بشین فلان کارو کن، فلان درسو بخون، نمیدونم برو بعد 3 سالو بعد تو 1 سال بخونی. خب خیلی سخته، خیلی درد داره واقعا. و خیلی خونده واقعا درد داشت. ولی خیلی بده دیگه، انگار در واقع مثلا یه وعده‌ای دارن به تو میدن، یه پرومیس لندی برای تو میسازن که آره تو باید زحمت بکشی، کلی درس بخونی، پاشی بری دانشگاه. میرسی به دانشگاه میبینی اونجا هم باز دقیقاً همون و اشتباهش همینه. اصلا بچه‌ها این حرف غلط ترین حرفیه که هر کسی تا حالا بهتون زده. میان میگن که الان زحمتاتو بکش برو دانشگاه دیگه راحت شد. اشتباهه بچه‌ها. اگر میخواین جای زحمت بکشین به نظرم تو دانشگاه زحمت بکشین. تو دانشگاه میتونین با یه سری آدمای به شدت باسواد آشنا بشین که میتونن به همون استادا، بله استاد بد پیدا میشه، استاد خوب پیدا میشه، ولی یه سری اساتید هستن که بچه‌ها شما رو به بازار کار میرسونن. این خیلی مهمتره، مخصوصا تو کشور ایران که اینقدر دانشگاه با صنعت قهره. یعنی طرف لیسانسشو میگیره ولی نمیدونه باید چی کار بکنه، یعنی اسمش مهندسه ولی نمیتونه دست بدونه چیز بزنه، یه دستگاه صنعتی بزنه. چرا؟ چون نمیدونه باید باش چی کار بکنه. به خاطر همین اتفاقا تمام زحمت‌ها رو باید بچه‌ها نگه داریم برای دانشگاه و اونجا بیشتر درس بخونین، اونجا بیشتر حواستون باشه که با کی دوست میشین، با کی مراوده دارین، چون ارتباطاتی که میسازین خیلی مهمه و ثمره‌ای که اون دانشگاه براتون داره هم خیلی مهمه. یا میبینید سر از یه جایی در میارین که مثلا یه شرکتی هستین که کلی الان درآمد دارین. خب تو چیزی میخوای اضافه کنی ارشام؟ این وسط میدونی کی باخت داده؟ کی؟ ما این وسط تو دبیرستان نابود شدیم، اینجا اومدیم در تو دانشگاه نابود شدیم. آره دیگه متاسفانه همینه دیگه، یه آرامش نداره. آره ما خدا شکر قسمت سخت هر دو طرفو انتخاب. آره دقیقاً. هر روز بشین 12 ساعت درس بخون، حالا بیا 8 ساعت کار کن 4 ساعت درس بخون. دقیقاً. ولی بچه یه چیزی که هست اینجا واقعا درس خوندن نسبت به ایران راحت تره. آره. و آقا ما تو ایران استاد خوب داریم. خیلی باهات رامیان. بذار الان قشنگ امکاناتو بگیم. آره. آقا تو ایران خب ما تنها چیزی که داشتیم میرفتیم استاد شناسی رو چک کردیم. حالا بچه‌ای که دانشگاه هنوز نرفتن، هر دانشگاه یک چنلی داره تو تلگرام به اسم استاد شناسی. بله. میرفتیم چک میکردیم ببینیم استاد پاس میکنه یا نه، برش داریم. همین. اینجا آقا برای اینجا فقط پاس کردن کافی نیست. اینجا باید نمره بالا هم بگیریم و واقعا کمکت میکنن. علاوه بر اینکه استاد وظیفشه بهت هر چقدر که میگی درس بده، یعنی
توضیح بده دوباره اگه آره. نمیفهمی. سر کلاس نشد، طرف آفیس اورز داره میشینه تو آفیسش، شما میری اونجا ازش سوال میپرسی بهت یاد میده. اگر اون تایمش هم به تو نخورد، طرف بازم استاد وظیفشه برات یه تایمی رو جور کنه، حتی نشد آنلاین. اونم نشد، مثلا همین کالج ما یه چیزی داره، میری اینجا مثلا سال بالایی ها بهت آموزش میدن، سوالایی که بلد نیستی بهت یاد میدن. یعنی همه جوره امکاناتو در اختیارت گذاشتن، روانشناس همه چی گذاشتن برات. همه اینا مجانیه. مجانی که نیست، مجانی که خب یعنی آره پولش دادیم، ولی خب ببین بعضا میام مثلا پول اضافه تر هم میگیرن دیگه. خب مثلا چه میدونم یه سری اصلا خود برای خود کالج کار نمیکنن یا مثلا برای خود دانشگاه کار نمیکنن. خب اونا جداگونه خودشون آموزش میدن، ولی تو میتونی از طریق خود کالج و اینا این دیگه واقعا بابتش شهریار رو بگردی، بابت این یه مورد دیگه پول ندی که برات تو چیز بذارن، چه میدونم یه نفر از سال بالایی یا بیاد برات توضیح بده. فکر نکنم تو شهریار یا همچین چیزی اومده باشه. آره بعد چیز رو بگو بچه، ما اینجا یه چیزی داریم حالا توی جای دیگر رو نمیدونم، ولی توی کالج ما اسمش سرویس هابه. بعد مش آدمی که هیچ چی بلد نیستن بخون. نه ببین آقا اشتباهات همینه. ببینید خط اول سرویس هاب یه سری آدمن که دانش آموزن و فقط تو رو ارجاعت میدن به وبسایت و ایمیل، چون فرض میکنن که فرض رو بر این میزنن که مشکل تو اونقدر جدی نیستش و فقط داری بالبال میزنی. اگر بتونی بدونی که چقدر مشکل جدیه و بگی که مثلا من میخوام با یه دونه استودنت ادوایزر صحبت بکنم، اون خط اول رو که رد بکنی، اونجا میتونی تفاوت آموزش دانشگاه تو ایران و سرویس ها متوجه بشین. بچه ها من یک دفعه برای اینکه یه دونه واحد درسی رو بردارم، خدا شاهده 140 بار من با آموزش دانشگاه تو 1 ساعت تماس گرفتم. تماس منو جواب نمیدادن، هر چی زنگ میزدن منو جواب نمیدادن که فقط یه دونه واحد درسی ریاضی رو من بتونم بردارم. چرا؟ چون کارگروهش متفاوت بود. من چیز بودم، مهندس مکانیک بودم، می‌خواستم برای عمران رو بردارم. چرا؟ چون ساعت هم نمیخوندش. و یه چیزیه که کاملا، یعنی مثلا الان بریم همونو مثلا ببری سرویس ها، تو یه روز برات کارت انجام، یه روز هم که همون موقع برات کارت یه چیزی انجام میده، هندل میکنه، تمام میشه میره. اینجا اون تو ایران من 140 بار تماس گرفتم، یعنی فکر کنم اسکرین شاتش هنوز تو گوشیم دارم که انقدر زنگ زدم بالاخره جوابم داد. گفت چی میخوای از جون ما؟ یعنی یارو میدید داره من بهش زنگ میزنم، اهمیت نمیداد. تهش هم تازه اون طلب کرد. آره ناراحت هم بود. گفت چی میخوای از جون؟ داداش هیچی، میخوام درس بخونم اگه اجازه هست. البته تو دانشگاه واسه به رشتت اون بالاییه آدم خوبیه، من تجربهشو داشتم، ولی این کسایی که آقا من برای خواستم بیام کانادا دیگه، آقا من باید میرفتم امضا میگرفتم از اینو، بعد کارهای مثل سربازیمو درست میکردم برای اینکه بتونم از کشور خارج شم تو دانشگاه. آره. آقا این میگفتش شما باید بری بیلدینگ فلان، باید بری ساختمون فلان. میرفتم میگفت نه بابا باید بری اصلا همون ساختمون خودت. برمیگشتم میگفت نه باید بری این یکی. میرفتم دوباره میگفت نه همون ساختمون خودت. دوباره برمیگشتم. میدیدم وقت نهار دقیقاً فرداش میومدیم میریم نیستن، بس دستر فرار می‌کردن چیکار کردن. بعد حالا دوباره با بدبختی تمام یه امضا گرفتیم، حالا بعد از اون بالاییه امضا میگرفتیم، قرار بودش مثلا نمراتمو چک کنه، مثلا یه امضا بزنه مثلا که بتونم از کشور خارج. آقا بدبخت حالا تایم نداشت، بهم گفت من فلان ساعت فلانجا کلاس دارم، تو بیا وسط کلاس هم وسط امضا تو میزنم برو. یعنی بازم برام تایم گذاشت، دمش گرم. ولی این کسایی که این دفتر و اینا رو میگردونن واقعا اذیت میکنن، یعنی همش نماز و آره آقا اینقدر وقت تلف. خب من نمیدونم خب چرا میای سر کار؟ خب نمیخوای کمک کنی؟ یعنی برنامه اینه که کمک نکنی؟ مثلا چرا آموزش اولیه کار جواب تلفن‌ها رو نده، کامپیوتر رو صبح روشن نکن، یعنی چی؟ سیستم بگو خرابه. آره شما توسط دولت داری پی میشی که به دانشجوها کمک نکنی. به هیچ عنوان کمک نکن بهش. پر آدم نگاه کن اینجا مثلا 10 تا آدم هستن میتونن خیلی ایزی مثلا کار بچه‌ها رو بنازن. نه نه شما پی میشی که کمک نکنی.
کمک کنی اخراجی. کمک کنی اخراج. خب آقا ما یه بحثی هفته پیش می‌خواستیم بکنیم که فکر کنم موندش، بحث اسکم موندش من یادم نیست. اصلا فکر کنم راجعش صحبت نکردیم. صحبت کردیم بچه‌ها، من یادم نیست. اگه کردیم بزنید جلو. نه صحبت نکردیم، بخاطر همین یادداشتش کردم. خاطره از اسکم شدنتون دارین اینجا بچه؟ اگه اسکم نمیدونین چیه امیر توضیح بده. کلاهبرداری تمام شد و رفت. کلاهبرداری اینترنتی. کلاهبرداری معمولا اینترنتی یا پشت تلفن. اینطوریه که بهتون یه پیامی میدن، یه لینکی میفرستن، میگن که شما مثلا پول فلان چیزتو ندادی یا این کارت مثلا فلان جات داره بسته میشه، مثلا این کارت بانکی. شما میری تو لینک مشخصاتتون میزنی، یه سایتیه که تقلبیه و شبیه سایت اصلیه. بعدش اینا مشخصاتتو خیلی کامل و راحت در میارن، بعدش وارد اکانتت میشن، هر کاری بخوان. بچا بیشترین دزدی که تو کانادا میشه از طریق دزدی‌های اینترنتیه. خیلی اینجا رایجه. یعنی شما تو امن‌ترین شهر کانادا هم که باشین باز هم این مشکل رو خواهید داشت. به خاطر همین هم هستش که معمولا میگن حالا اگر اومدید اینجا به هیچ وجه شما لینکی که براتون توی مسیج میاد و هیچ وقت نباید یه پیامک میشه، حتی تماس غریبه. درسته. بعد مثلا امن‌ترین راه ارتباطی که با شما دارن از طریق ایمیله و به ایمیل هم اسکم میتونه ایمیل اسکم هم میتونه باشه. فقط باید دقت بکنی. بعد آدرس ایمیل رو چک کنی. آره آدرس ایمیل رو چک کنی، املاش رو چک کنی، طرز صحبت کردن. بچه هیچ بانکی با تو صمیمانه صحبت نمیکنه. اسمشون رو چک کنی. بچه هیچ بانکی با شما خودمونی صحبت نمیکنه. اینو حواستون باشه. حالا فرض کنید فقط مثلا ما داریم راجع به بانک سوال کنیم. نه الان ببین مثلا تو لینکدین به تو یارو مثلا درخواست کانکت شدن میده، با طرف کانکت میشی، بعد مثلا به تو مسیج میده، مثلا میخواد به تو جواب آفر بده، بعد اینقدر بد داره با تو بد صحبت میکنه. خب هیچ کس اینجوری تو لینکدین صحبت نمیکنه بچه. لینکدین خیلی جای حرفه‌ایه. این قشنگ مشخصه که یه جای کار میلنگی، یا میبرتت اونجا مثل خر باید کار کنی، عذرخواهی میکنم اما ولی تهش بهت پول نمیده، یا تهش هم یه کاری عیب داره، یه کاری که مثلا چه میدونم مجرمانه است. اتفاقا خاطره‌شو من دارم همه اینا رو بچه. آره دقیقاً. آره حالا خاطره از اسکم دارین حتما بگین. اول از همه چون مدل این که یادمون نمیاد صحبت کردیم یا نه این بودش که همونطور که گفتیم ما یه بار دیگه این قسمت اولمون رو ضبط کرده بودیم که نشد و مطمئنیم اونجا در مورد اسکم حرف زدیم که نیومد. حالا تو دومی اون بخاطر همون مطمئن نیستیم. آقا نمونه همین مسیجا معلوم نمیشه 100% میدونم، ولی خب به من الان زده سلام من کلویی هستم، ما یه دونه نقش براتون یه رولی داریم براتون آماده، میخواید در موردش بدونی؟ من نوشتم نه. خیلی زیبا. نه همون نرم نمیدونم. آره بعد یه سری اوقات میگم نه بازم طرف پیام میده. آره ادامه میده توضیح دادن. حالا میرم سراغ خاطره. آقا من کار اولم به نظرم اسکم بود، چون من تو 2 هفته کار کردم فقط $100 داره. خیلی کمه. درآمد یه روزت باید $100 باشه اینجا. در واقع کمیسیونی بوده، در واقع کامیشن بوده به خاطر همین. آره شما بابت ساعت کاریت هم باید حتما حقوق بگیری. دقیقاً قانونش همینه، ولی خب من فقط به خاطر چیزش رفتم. خب بعد آقا من سال اولی که اینجا بودم ماه 3 یا 4 اگه اشتباه نکنم، دقیقاً روز قبل از تولدم $2500 اسکم شدم. پول از حسابم یهو دیدم کم شده $2500 و طرف رفته سایت قمار با اون پول چیز خرید کرده، کوین موین نمیدونم حالا چیه، من بلد نیستم این قمار. حالا بعد آقا خدا رو شکر شما تو یه بانک حساب باز میکنه لیمیت داره روزانه بتونی پول برداری. 2500 تا ته شد. آقا رفتیم خدا رو شکر کارتم ویزا بودش. اینجا ما چند مدل کارت داریم، دبیت عادی، ویزا و حالا مسترکارد. آقا ویزا رو میتونن برگردونن، با برگردونن پول راحت تره. خب و به بانک گفتم
و یکم طول کشید حسابمو بستن، اطلاعاتمو تغییر دادن، ولی پولا رو برگردوندن. دمشون گرم. دوباره تو از همون بانک همین اتفاق افتاد. یه چک فیک، تو یه چک قلابی تو حساب من یهویی اومد و از پول من برداشته شد تو از همون بانک که یهو بانکی به من گفت نکن خودت دزدی. 2 بار پشت سر هم تو مثلا کمتر از 1 سال امنیت بانک تو کمه. بچه‌ها اسم بانک اسکوشیا بانک یه بانک خصوصیه و واقعا امنیتش پایینه به نظر من. آره به خاطر اینکه اینجا توی کانادا اکثریت بانک‌ها چیزن دولتی هن و اگه چیز خصوصی وجود داشته باشه مؤسسه مالی داریم که خصوصیه و یعنی ما بقیشون همه بانک هم و بانک‌های دولتی هستن. اسکوشیا بانک تنها بانک خصوصی کانادا. پیشنهاد بنده به شما RBC یا TD می باشد. آره بانک‌های به شدت ایمنی هستن، بانک‌هایی هستن که از خدماتی که به مثلا اینطوری بهتون بگم بانک کاناداست. آره دیگه دقیقاً. حالا بعد خدماتی که بهت میدم مخصوصا برای چیز خدماتی که برای مهاجرا دارن خیلی خوبه، یعنی کمتر اذیتت میکنن، بات را میان، حساب مجانی بهت میدن. آره مثلا اگه دانش آموز باشید خیلی بهتون کمک میکنن. به دانش آموز یا مثلا بعضی اوقات یهو میبینی بهت لپتاپ مجانی، آیپد مجانی، اپل واچ مجانی که آره مجانی نیستش ولی ماهی $13 اینا ازت میگیرن. مثلا بانک RBC الان مثلا چیزش گذاشته، آفرش گذاشته که شما بیاین یه حساب چی؟ آیپد؟ اپل واچه. اپل واچ شد دوباره. اپل واچه و خیلی آفر خوبیه و مثلا فکر کنم همون ماهی $13 اینطورا میفته. آره. و شما اگه بخواید مثلا یه همچین چیزی رو بگیرین جای دیگه مثلا باید کلی بیشتر پول بدین. از خود اپل بخواید بخری مثلا با ماهی $26 همچین چیزی باید بدین، بعضا بیشتر. بهتره که اصلا تو قرض نرید دوستان. آره. حالا تا جایی که میتونید کش بگیرید، یعنی منظورم اینه که همونجا درجا پرداخت کنید. آره. یه چیزی منم بگم دوستان راجع به همین داستان RBC که الان تعریف کردن که شما مثلا میتونید یه آیپدی اپل واچ چیز بگیرید. من دوستانی داشتن که توی RBC کار میکردن، برمیگشتن بهم میگفتن آقا شما این کردیت کارت رو بگیر 3 ماه شما فقط باید $13 بدی، 2 تا دونه قبض هم در واقع باید پرداخت بکنی باشه. حالا هر نوع قبضی، مثلا پول اسپاتیفایت، پول برقت، آبت، پول سیم کارت. آره. بعدش مثلا اینو 3 ماه داری در واقع تو مثلا $39 میدی، بعدش مثلا $500 جنس میدن دستت مجانی، بعدا تو اونو میبندی تموم شد و رفت. $500 اصلا میفروشی همون اولش اصلا بهت میدن همون لحظه. آره و پول مفته واقعا. آره. من اشتباه کردم نگرفتم، همون اولش بود اومده بودم. بچه‌ها همین الان هم یه پیام اسکن برام اومد. همین الان گفته که شما پکیجی که گرفتید دستمون مونده به دلیل اینکه پستال کدتون، کد پستیتون اشتباه بوده، ما این پکیج رو نمیتونیم در حال حاضر برسونیم. تا 24 ساعت آینده به فلان سایت مراجعه کنید. حتی سایتش هم لینکش آبی نیستش، الان بخوام بزنم روش و کپی پیست کنم. و من یه بار حقیقتا این اسکم شدم و ازم $10 پول خواستش. سایتش هم دقیقاً شبیه سایت پست کانادا بود. $10 خواست دوباره پکیج رو برسونه و مشکل این بود من تازه اومدم، من بلد نبودم، پستال کدمو شده بود اشتباه بزنم برای آمازون و فکر کردم یه همچین چیزی دوباره شده. حالا در مورد اون جابی که اسکم شدم، آقا من یه خیلی دنبال کار میگشتم دیگه. خب و هنوز این کارو فعلیمو پیدا نکرده بودم و 24 ساعته قشنگ میرفتم تو همین اپ ایندید، هر چی میدیدم و اپلای میکردم، اصلا نگاه نمیکردم چه کاری، همه رو اپلای. بعد آقا یکی بهم زنگ زد گفتش که ما از هیومن ریسورس هستیم، یه سری افرادی هستن که مثلا کار پیدا میکنن برای کسی که نیاز دارن. بعد منو به انسانی میشه. بله. بعد ما برات یه کاری پیدا کردیم، میتونی از تو خونه کار کنی؟ گفتم بله. گفتش میتونی مثلا در حد 30 ساعت در هفته کار کنی؟ لپتاپ داری؟ گفتم بله. گفتش که خیلی همالی، ما شما رو مثلا شمارتون رو میدیم به این مؤسسه، بیادش مثلا باهاتون حرف بزن. خب آقا یهو دیدم یکی بهم ایمیل زد و یه سری اطلاعات ازم خواست، مثلا بعد بهم گفتش برای حرف زدن ما آیدی تلگرامتو بده حرف بزنیم. تلگرام برای حرف زدن؟
بودم اوکی. آیدی تلگراممو دادم، رفتیم تلگرام حرف زدیم. طرف یه سری اطلاعات ازم خواست، آیدیمو خواست فلان از اینجور حرفا. متاسفانه فرستادم، اسکم شدی. پیام اسکم. من همین الان یه دوباره پیغام اسکم دیگه توی لینکدین گرفتم. اومده میگه من نمیدونم با یه تیمی چیزی کار میکنم، ای کامرس کار میکنم مشابه آمازون. بعد بچه من همین الان پیغامشو یعنی کانکشنشو اکسپت کردم. همین الان سریع بر من این پیغام نوشت. این پیغام بلند و بالایی هم واسه مثلا خیلی کوتاه نیستش. معجزه کپی پیست. دقیقاً آماده داره دی. حالا بذار ادامه بدم. بعد یهویی شروع کرد به حرف زدن و اینا. گفتش که کارمو مثلا از خونه باید انجام بدی، هر ساعتی دلت بخواد، $26 در ساعت. من اینجوری بودم که جان، یکم همون اولش شک کردم، چون بچه مینیمم اینجا $17 در ساعت. تازه اون موقع 17 نبود، 16 بود. آره اصلا تو بگو 17، تو اصلا کار $20 در ساعت هم پیدا کنی خیلی خوبه برای اولش. خیلی بعد خوبه. طرف اومده به من میگه $26 در ساعت، هر ساعتی دلت خواست کار کن. بعد گفتم خب یه توضیح بده کاره چیه. البته اول بهش گفتم که الان من از کجا بدونم که این کار چیز قانونیه یا نه. بعد یه دونه لینک از سایت فدرال واسم فرستاد، دیدم کار ثبت شده خب ولی هیچ توضیحاتی در موردش وجود نداره. گفتم اوکی. من عمم چند سال اینجا دادم لینک رو به عمم در بیاره، دیدش معتبره ولی معلوم نبود چیه. آقا گفتم که چیه، چیکار باید بکنم. گفتش ببین ما برات یه دونه حساب شرکت باز میکنیم، برات یه حساب باز میکنیم تو بانک به اسم شرکت، ولی تا اون موقع از کارت بانکی خودت استفاده میکنیم که ترینت کنیم. گفتم چشم. 3 بار گفتم ادامه بده. بعد گفتش که ما به حساب شما یه مقدار پولی میزنیم، علاوه بر اون $26 در ساعته شما 10% هر پولی که برات میزنیم اون میتونی نگه داری. گفتم خب. بعد گفتش که شما باید بری مثلا به فلان آدرس بیت کوین بخری بزنی به یه حسابی توی به فلان آدرس توی کره. اینجوری که چشم بشین تا من این کارو بکنم. مثلا هنوز بذار حداقل شهروند کاناداشم منو نتونن بنازن بیرون، بعد چشم پولشویی هم میکنه. داشتم پولشویی سر از زندان در می آوردی مستقیم ها. زندان باز خوبه دیپورت هم نکنن. آره خب برادر زندانی شدن تو کانادا رو برگشتن به ایران ترجیح میده. بابا آخه چند وقت پیش از دانشگاه برامون اومده بودش که یه نامه اومده بود برای خونمون که اگه مثلا اقدام نکنی ببینیم مثلا بیای بر دانشگاه اینا، اگه نیای میفرستیم یه نامه میفرستیم برای نظام وظیفه. اینجوریه که بفرست. خب به منش کیو میخوای بفرستی سربازی؟ بابا تو بفرستن سربازی. آی اسد نشد دورات بری از اول. آی خدا. خب دوست دارم پدر جان. امیرعلی دوست داری؟ امیرعلی جان شما چیزو بگو، خاطر اسکمتو بگو. بنده خاطر اسکمی نداشتم. آره خیلی از زندگی خوبی بزرگترین داشتم. فلکس های کانادا می که من تا حالا اسکم نشدم، نزدیکشم نرفتم. یکی از دلایلش اینه که ایشون کردیت کارت نداره. میتونه که دلیلش این که ایشون اصلا وجود خارجی نه. زیاد میاد زنگم. وای الان دوستان یه چیزی هم بذارید تعریف کنم. زنگ میزنن. آره اسکمرها زنگ میزنن. یه سریاشون که مثلا برمیگردن میگن که آره ما مثلا از فلان جای مثلا فدرال بهتون زنگ زدیم، بعدن طرف مثلا یه لهجه عجیب غریبی داره، مثلا یا شماره میخوره جلوش مثلا مثبت 41 مثلا مثبت 41 ما نمیدونیم کجاست. مثلا آمریکا کانادا مثبت 1 همونجوری که مثلا ایران مثبت 98 خب اولش مثلا مثبت 41 مثبت مثلا 260 فدرال اندونزی. آره از جای عجیب غریبی زنگ میزنن. بعدش اینجا زبان دوم همونطوری که صحبت کردن راجعش فرانسویه. یهو زنگ میزنن بهمون، یهو میگن که مثلا hey your mobile phone plan is getting cancelled. مثلا در واقع پلن چی میشه؟ پلن سرویس گوشی داره کنسل آره. میشه. سرویس گوشی داره کنسل میشه. مثلا سیم کارتت داره مثلا میسوزه برای ادامه به زبان انگلیسی شماره 1.
آره مثلا میگه که نه اینجوری هم نمیگه، اینو میگه به انگلیسی، بعدش رو میگه که برای چینی شماره آره. 2 را بزنید، بعدن تو هیچی هم نزنی شروع میکنه چینی صحبت کردن همینطوری برای خودش. آقا وای حاجی کنسل شدیم. آقا ما چیز نداریم که آقا همینجوری حرف میزنن دیگه. حالا کلمات بگذاریم. چینی بلدم ولی واقعا یه کاری میکنیم یوتیوب کنسل شه بچه. آره مگه اونا رو بگم. نمیشیم در آینده. من خط قبلیم خب مونتریال. آره برای مونتریال بودش. بعد تا مدت ها به من زنگ میزدم، فرض کن خب من تورنتو هم دیگه، بعد مثلا با کسی اونقدر مثلا من چیز نداشتم، کاری نداشتم توی اون مثلا 2-3 ماهی که مونتریال بودم. بعد مثلا فرض کن سر کلاس نشستم، مثلا بهت زنگ میزنه، بعد جواب میدی یا برمیگردی بونژور بونژور خدا. بعد ببین خیلی جالبه، یه ذره به قول گفتنی خلاقیت هم به خرج نمیدن. همشون ببین اسکمرای کبک بلا استثنا یه صدای ضبط شده خانوم استفاده میکنن، زنگ میزنه بونژور. بعد بونژور یعنی صبح بخیر، شب بهت زنگ میزنه. خیلی واقعا. چی گفتی هاشم؟ میشه روز بخیر، ولی این موضوع دقت کن، تایم زون کبک فرق داره با اینجا. هیچ فرقی نداره. کبک آره فرق نداره، ولی مثلا مونتریال فرق داره. دقیقاً مونتریال با تورنتو یکیه. میتونید چک کنید. ونکوور دوستان 3 ساعت من نمیدونم. مونتریال با چیز یکیه دوستان. نه چند ساعت فرق داشته. هیچ فرقی نه. مونتریال با تورنتو یکی. دوست از چک کن. شما 5 ساعته میتونی با ماشین بری، 4 ساعته با ماشین میتونی بری، چه جوری میخواد توی تایم زون مختلف باشه؟ دقیقاً. آفرین چقدر قشنگ گفت بچه‌ها. این یه تیکه رو بذارید تو کامنت ها دست بزنید. خیلی قشنگ گفت. خب بذاریم یه خاطره هم من از چیز بگم، اسکم شدن توی کانادا بگم که در واقع من اسکم نشدم. اسکم کردم. نه در واقع فکر کردم که اسکم شدم. چه اتفاقی افتاد؟ آقا خانواده برای اینکه مثلا منو سورپرایز کنن برای تولد بنده، براشون یه پولی به حساب من زدم به عنوان کادوی تولد. مبلغ کوچیکی هم نبوده، به خاطر همین آدم میتونست شک بکنه. آره مبلغش مثلا آره مبلغی بوده قابل توجه بوده. بعد یه 10-20 $20. نه بابا دوش جنگ من. بعد من خواب یهو بیدار شدم، اختلاف ساعت وجود داره دیگه. فرض کن مثلا توی ایران ظهر زدم به حساب من، خب من صبح ساعت 8 بیدار شدم، ساعت 3 بعد از ظهره. بعد من از خواب بیدار شدم دیدم ایمیل اومده برام که از یه حساب کاملا ناشناس، هیچ اسمی نداشت حساب. این اولین باری بودش که به پول من حساب به حساب من پول میشه. چی؟ وایر کردن دیگه. نمیدونم چی کار کردن خب، ولی من خیلی ترسیدم. بعد از خواب بیدار شدم چرا اینقدر پول اومده به حساب من و از طرف کیه این؟ یه چیزی که من ترسیدم، زنگ زدم دوستام آقا بچه‌ها چیکار کنم الان، چه بلایی سرم میاد و نمیدونم الان من این پول رو باید چیکار کنم. یه چی دیگه بچه‌ها گفتن که آقا سریع زنگ بزن بانک و بهشون بگو که آقا یه همچین پولی به حساب من نشست، احتمال زیاد پولشوییه. و منم خب همین کار کردم، حسابو فریز کردم، صبحونه‌مو خوردم، زنگ زدم خانواده که صحبت کنم باهاشون. خب روز تولدم بود دیگه، صحبت کردم باهاشون. بعد یو بابام گوشی گرفت سمت خودش، آره پسرم تولد مبارک، این پوله که به حساب نشست کادو تولدتون. اینطوری که بابا جان واقعا به زیبایی تمام منو سورپرایز کردی، انقدر قشنگ من سورپرایز کردی که من حساب بانکیمو فریز کردم. بعد هیچی دیگه، بعدش دوباره بعد از اینکه صحبتام با خانواده تمام شد دوباره زنگ بزنم بانک، آقا نمیدونم مثلا آره پول از طرف کسی بوده که میشناختم و حالا باور نمی‌کردم، نه پول به مزه کردم، نه پول رو بده به ما. آره اسکم شدی آقای محترم، پول بده به ما. آره نه نمیدم. هیچی دیگه بالاخره حرفو قبول کردن و حساب از فریز در آوردن. آره
خلاصه که یه اسکم دیگه که شدم آقا، من یه دفعه این یکی از مواردیه که اینجا پیش میادش، فکر کنم تو ایران هم پیش میاد. من اینجا یه دونه هودی سفارش دادم از یک سایت نیمه معتبر به اسم تیمو نمیدونم. بعد تیمو معتبره؟ آره معتبر فکر نکنم نینتندو سویچ به صورت رایگان. آره بعد من یه هودی سفارش دادم، نزدیک $50 هم پولش داده بودم. خیلی هم هودی خوشگل. از تیمو؟ آره بچه یه چیزی بهتون بگم، تیمو معمولا اجناس ببینه مثلا 50 سنت تا $10 مردم میخرن، برادر $50 پول هودی خیلی داده قشنگ بود از تیمو. آره حالا هیچی دیگه، هیچ وقت به دستم نرسید. یعنی طرف اومد عکس گرفت بر من که آره من اینو گذاشتم اینجا، برفتم اونجا دیدم نیست. یکی داداش اون بدبخت اسکمت نکرده، بردن بودی تو یکی دزدیت. حالا نمیدونم دیگه هکس گرفته رسونه، یا خودش دزدیده یا یکی از کدوم خونت بودی؟ چی؟ خونه اولم. او یکی از همخونه هاش دزدیده. نه اون اولیه صاحب خونه‌اش دزدیده. احتمالش هست. اون مرد حسابی الان ببینه اینو از سردم میاد بالا سر من. نه آقا من صاحب خونه خوبی بودش، کار من نداشت. صاحب خونه من صاحب خونه خوبی نیست، نمیتونه همینو ببینه چون چینی. 2 روز دیگه ترنسلیتر گرفت سود کردش برده دادگاه. آره راست میگه. ازش شکایت کرد برده دادگاه. خیلی بیجا کرده ازم شکایت کنه، طرف داره غیر قانونی از من پول میگیره. خب دیگه ارشان جان ادامه نده. بچه‌ها من الان اینجا مجرم. خواهش میکنم ارشان. آقا ادیتور اینجا رو کات کن. نه آقا ادیتور کات نکن، بذار حقیقت رو بدونن. ولی دوستان اینجا به طرز فجی همه دلشون میخوادش از هم دیگه شکایتی بکنن و یه پولی یه جوری از یه جایی بگیرن. دقیقاً. اینجا طرف مثلا میگه من قهوهم زیاد. یه نفر جدی سالیان پیش یه خانومی توی آمریکا بودش فکر کنم، بله یه مقداری از قهوه‌ای که مکدونالد گرفته بودش ریختش روش. استارباکس نبود؟ نه مکدونالد بودش. بعدش ایشون یه مقداری سوخته، فقط همین که سوخته بلند شده شکایت کرده و یه مبلغ عجیب غریب چندین میلیون دلاری پول گرفته از مکدونالد، فقط برای اینکه قهوه‌ای که بهش داده بودن خیلی داغ بوده و یه کوچولو ایشون رو سوزونده. من از امیرعلی شاکی هم، چون قهوه‌ای که سفارش داده شیرینه. نه خوب این ساعت دغدغه بچه‌ها. واقعا. خب چیزم بگو این مثلا خدای چی بود اسمش بود، اینم کات کن یادم رفت. دوستان شما اینجا حتی اگه جلوی در خونه یکی بخوره زمین میتونی ازش شکایت کنی. آره به خاطر اینکه طرف مثلا جلوی در خونه‌شو چیزا کرده، برفا رو پارو نکرده. من میلیونر میشدم. هر روز داشت میخورد زمین. روزی چند دفعه میخورد از تو شکایت. آقا زمین ما رو خورد کردی. آقا زمین رو با ترک برداشتی. گود برداری. ولی آره مثلا به خاطر همین چیزا هستش که الان بسیاری از مثلا برندها روی مثلا همین قهوه‌ای که تو میگیری توی مکدونالد و مثلا قهوه گرمشو روش مثلا 1000 تا جاش نوشته مثلا حواستون باشه ممکنه خیلی داغ باشه. آره فقط برای اینکه مثلا بگن که آقا ما اینجا نوشته بودیم که این قراره خیلی داغ باشه، طرف نخونده، ما چه کارش بکنیم که دیگه همچین چیزایی رو نسنجش بکنیم. اصلا اون باز یه چیزی ریخته روش، آسیبی دیده. فقط اون یارو که رفته گفته ردبول خوردم بالدن آوردم. آره بچه‌ها اینجوری واقعا. فرض کنیم مثلا با دختره میرین دیت و هیچ کاری نمی‌کنین، طرف میره ازت شکایت میکنه و برات داستان میشه جدی، میگه که مثلا این آقا به من تجاوز کرده. بعد یکی از ایراداتی که بچه کانادا داره اینه که یعنی فکر نکنم فقط کانادا باشه، فکر کنم آمریکا هم اینطوری باشه. این قانون واقعا جنسیت زده ترین قانونیه که مثلا در برابر قوانین ایران مثلا میتونن باهاش مقایسه بکنن در برابر میزان جنسیت زده، که مثلا یه خانم مثلا باید حتما از شوهرش رضایت بگیره که میخواد بره سفر مثلا.
یه همچین سطحی داره. چیه قانون؟ وقتی که مثلا فرض کنم من یک خانومم، امیرعلی مثلا پسر، من ازش مثلا سلام دختری، مثلا ما با هم میریم دیت، بعد مثلا این بنده خدا اصلا فقط هیچ کاری نمیکنه، خب غذا رو مثلا حساب نمیکنه، چون بچه اینجا خیلی قانون دونگ هستش، یعنی حتی خود دخترها هم به مراتب بهش اعتقاد دارن که چیز نشه، آتو دست پسره ندن اینجوری. حالا من اینطوری فکر نمی کنم، میخواستم که برای من هم حساب کنه، حساب نکرده، میرم ازش شکایت میکنم، میگم آقا این به من تجاوز کرده. و قبل از اینکه اقدامات مثلا فارسیش یادم رفت، مثلا اینوستیگیشن انجام میدن، تحقیقات انجام میدن، مرسی، شروع میکنم به تحقیق کردن که آیا این قضیه واقعا حقیقت داره یا نه، اول یه سری اقدامات علیه امیرعلی انجام میدن. طرف مثلا گل دیگره ولش کن. چی راجع به تو صحبت کردم بابا ارشم دنبال پول بچه‌ها. مثلا فرض کنید امیرعلی مثلا داره یه جا کار میکنه، یه مدت ملغا میشه، یعنی مثلا اینطوری که تو الان مثلا نمیتونی یه تایم بیای سر کار، یا مثلا داره درس بخونه. این خیلی پیش میادش بچه‌ها، تو کالج این اتفاق خیلی زیاد میفته. طرف مثلا ترمشو چیز میکنن، کنسل میکنن، میگن بعد مثلا پول دادی، یا طرف مثلا اینترنشنال استودنت، دانشجو بین‌المللیه، 8000 خورده 9000 تا 10000 دلار کانادا پول داده، یا ترمشو کنسل میکنن، بعد حالا بیا خودتو ثابت کن، تا ثابت بشه، تا دادگاه بری، از اینجا حرفا کلی وقتت میره. من یه مثالی هم همین چند وقت پیش شنیدم، یه بنده خدایی بوده توی یکی از فوتبال آمریکایی بازی میکرده، آقایی بوده توی یکی از دانشگاه‌های مثلا معتبر آمریکا. خب بعدش مثلا از مثلا بهترینای درفتشون قرار بوده باشه، از مثلا نفر اول احتمالاً قرار بوده برش دارن. این قبل از اینکه درفت بخواد عمل بگیره و این بخواد وارد NFL لیگ فوتبال آمریکا بشه، بله یه خانومی میادش میبرتش کورت، میگه که آقا این به من تجاوز کرده. این بنده خدا توی دوران مثلا 20 سالگیش میفته زندان، ایشون توی سن 32 سالگی تازه جدیدن انگار در اومده و بعد از این 12 سالی که اونجا بوده تازه متوجه شدن که ایشون هیچ کاری نکرده و هیچ تجاوزی اصلا صورت نگرفته، اصلا دستش نخورده بوده به اون خانومه. یعنی این خانومه باعث شده که این 12 سال زندگیش که مثلا میلیون دلار قرار بوده در بیاره، همش توی زندان سپری بشه. متاسفانه اینجا توی مثلا دادگاه ها و اینجور در واقع اتفاقایی که میفته یه رنکینگی داره. بیشترین حرفی که قبول دارن رتبه 1 میشه زنها، رتبه 2 میشه بچه ها، رتبه 3 میشه حیوانات و سگ‌ها و رتبه 4 مردان. رتبه 1 قازه. رتبه 1 بچه‌ها واقعا باورتون نمیشه، یعنی قاز کانادایی دیدین فقط فرار کنین، یعنی از رئیس جمهور جایگاهش بالاتره. دست بزنی بهش جریمه، از پاپ جایگاهش بالاتره. خدا بیامرزتش. آره نه حالا به هر حال جایگزین میشه دوست عزیز با قاز. آقا مثل این که یه چند ماه پیش یه فایتی بوده، یه دعوایی بوده بین قاز کانادایی و عقاب آمریکایی و قاز کانادایی برده، فرار کرده عقاب. جدی؟ آره خیلی زیبا، خیلی واقعا بچه‌ها خیلی موجوده، وحشی و زیبا واقعا، و بازم وحشی. و خیلی جالبه که مثلا میان مثلا تو کالج، مثلا تو محیط آزاد کالج یو میبینی قاز کانادایی داره و با خانواده‌اش مثلا با بچه‌هاش داره میچرخه، مثلا پارک هیچ چهارشنبه سوری مثلا 13 بدره. آره بچه‌هاشو برده موزه میگردم، موزه بچه‌ها آدم زیر دستامون. خب آقا
دیگه به نظرم برای امروز کافیه. ما بازم از همین تریبون براتون آرزوی موفقیت میکنیم بچه‌هایی که کنکور دارین، دوستتون داریم و در کنار اون برای همتون آرزوی موفقیت دارم، چه کنکور میدین چه کنکور نمیدین، در چه هر وضعیتی که هستین، سربازین، نمیدونم دانشجویید، دارین برای پایان‌نامه‌تون دارین آماده میشین، دارین برای دفاعتون آماده میشین، هرچی در هر حالی که هستین امیدوارم که موفق و مؤید باشین و در قسمت بعدی امیدوارم که باز هم به ما نگاه کنید و ما رو بشنوید. کامنت و سابسکرایب فراموش نشه اگه در یوتیوبین. اگرم در اسپاتیفای این که نمیدونم کار دیگه اصلا میتونین بکنین. تو اسپاتیفای نه فکر کنم میتونم کامنت بذارم، مطمئن نیستم. نه فکر نکنم اسپاتیفای. ولی خب اگه از یوتیوبید که دمتون گرم، اگه اسپاتیفای خب برین یوتیوب این کارو بکنید. دمتون هم گرم. و اینکه دوستان بازم فیدبک یادتون نره، خیلی ما دوست داریم که نظرتون رو بدونیم، چه کارهایی بیشتر انجام بدیم چه کارهایی کمتر انجام بدیم، چون در واقع ما جدا از این که دوست داریم خودمون در واقع این صحبت‌ها رو به اشتراک بذاریم، دوست داریم جوری باشه که در راستای خواسته شما باشه. موضوع پیشنهاد بدید اگه شما. آره حتما بچه‌ها توی کانال تلگراممون لینک ناشناس ما داریم. بعد بیاین اونجا لطفاً پیغام بدین و بهمون بگین که آقا دوست دارین که مثلا راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم، یا اگر حرفی دارین بهمون بگین که ما از این تریبون استفاده کنیم که بتونیم به همه بگیم. خب خدافظ دیگه. خب تو که گفتی تو هم خدافظی تو بکن. خدافظ. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. مراقبت کنین. خودتون باشین، موفق باشین. خداحافظ. بچه ما در حال حاضر بخوام اینو بگم کانال نداریم. بابا ارشام جان قربت بشم خفه شو. دینگ دینگ چی؟ عجب رسمیه. خب